صبح 17 ماه سال 2023 در دهه دیمیتریفکای نویای اسقاطه ولایت چوی واقع در فاصله امگی 30 کیلومتر از شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان در جریان عملیات ویژه کارمندان وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت ملی این جمهوری یک تروریست مسلح که مقاومت نشان داده بود از بین برده شد. در این باره مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان خبر داد. بنا به خبرها صبح 17 مای دهه دیمیتریفکا پر از نیروهای ویژه و ماشین‌های زیرپوش شده بود. به غیر صدای تیرپرانی صدای ترکش هم به گوش می رسید و از بالای بام خانه‌ای که افراد سلاح به دست پنهان شده بودند به هوا دود بلند می شد. مقامات طبی نوع اسقاطه بعدا خبر دادند که در تیرپرانی در دیمیتریفکا دو افسر نیروهای ویژه جراحت برداشتند. آنها را به مرکز طبابتی عمومی این نوعه آوردند. یکی از این افسران را که جراحت سبک برداشته بود بعد بستن زخمش جواب دادند. او در شرایط خانه به طبابت خود ادامه می‌دهد، ولی زخمی دوم را طور وزارت تندرستی قرقیزستان خبر داد با ماشین یاری تعجیلی به شهر بیشکک به بیمارستان ملی انتقال دادند. خبرگزاری روسی سپوتنیک قرقیزستان خبر داد که مقامات در دیمیتریفکا برای بازداشت گروه افراد مسلح عملیات دایر کردند، ولی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان از کشته شدن تنها یک تروریست خبر داد. درباره شخصیت این نفر کشته شده و به کدام گروه ربط داشتن او معلومات در دست نیست. سپوتنیک توانسته است با یک ساکن دیمیتریفکا که خانه‌اش را چند روز پیش به آن مرد اجاره داده بود صحبت کردند. این زن نقل کرده است که آن مرد خود را ساکن اوش میگفت و 3 روز پیش به دیمیتریفکا آمده خانه او را اجاره گرفت. وی گفت در اینجا مدت طولانی ایستاده نیست و زنش را هم از اوش میآورد، ولی وی به ما شناسنامه یا یگان حجت دیگر نشان نداد. ما نمیدانستیم که او کیست. حالا ببینید که از پشت این اجاره نشین خانه ما به کامی آتش رفت. نقل کرده است این زن که به وقت بعدش خانه خود را به یک مرد کاملا ناشناس و حتی حجت‌های او را نپرسیده به اجاره داده است. از بس که این خانه در بین بنای اداره جماعت و مدرسه زنانه جایگیر شده بود، برخی ساکنان گمان می‌زنند که جنایتکاران می‌توانند در مدرسه پنهان شده طالب علمان را گروگان بگیرند، ولی این گمان تصدیق نشد. در اداره مسلمانان یا مفتیات قرقیزستان گفتند که دختران طالب علم را به صورت عاجل به مکان امن کوچانیدند. بنا به خبرها تقریبا ساعت 13:30 به وقت محلی ماشین‌های حربی دهه دیمیتریفکا را ترک کردند و عملیات ویژه با همین تمام شد. در جای حادثه تنها مفتشان و سپیارها باقی ماندند. درباره که بودن نفری که در دیمیتریفکا کشته شد تا حال یگان اطلاع به دست نرسیده است.